خشحالی فریده 4 ساله و دوستان دیگری او را حد و کنار نیست. آنها بی‌صبرانه انتظار انجام یافتن ساختمان میدانچه بازی در نزد بینای استقامتیشان در محله نعمت قره‌بایف هستند. ما اینجا پری ماشین بود، آچه‌هامون خواتیر میشیدن، آچه‌هامون زیق بشدن که نکنین خیلی که ماشین میزنن نمیماندن دم خونه میدرومن. اینجا را محکم قدر ماشین نیست است، من آچه‌مون خورسند میشود، ما بازی میکنیم. جا گراجا بود ما بازی کردن نمیتونستیم، بعد چی جا استادیوم کردن با ششتک ما بازی میکنیم. این میدان بازی کودکان از جانب آژانسی تاجیک استاندارد ساخته می شود. در اینجا نه تنها کودکان بلکه نورسان و جوانان هم جای فراغت دارند. آنها صاحب میدانچه ورزشی برای بازی فوتبال و بسکتبال شدند. صیاد فوتبال را خیلی دوست می دارد. پیشتر مجبور بود در کوچه های تنگ و پر از گراژ بازی کند. تو ما میرفت ما در قضا بازی میکردیم و آنجا خطرناک بود و بعد ما استادیوم فوتبال ساختم و ما خرسند از آن است که ما این خیلی استادیوم داریم. چی بازی میکنید اینجا؟ اینجا والیبال، فوتبال، بسکتبال و غیره تا بازی میکنه. مثل کودکان این محله اکنون تمام خردسالان شهر صاحب میدانچه‌های بازی خود میشوند. با فرمان حکومت جمهوری تاجیکستان و قرار شهردار دوشنبه رستم امامعلی از ماه فوریه سال روان در پایتخت 70 میدان و میدانچه‌های ورزشی و بازی و سیر و گشت ساخته میشوند. ساختمان این میدان‌ها برای کودکان بر دوش کمیته و وزارت و نهادهای دولتی گذاشته شده است. در ناحیه اسماعیل سامانی 10 عدد، ناحیه شاه منصور 9 عدد، ناحیه فردوسی 22 عدد و ناحیه سینا 29 عدد ساخته. الکی ساختمان قطعه زمین جدا شده به این وزارت اداره ها و کمیته ها ساختمان الکی سر شده است و قسمت آنها در عرفه 20 سالگی وحدت ملی و قسمت دیگرشان در جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته به استفاده داده می شوند. حالا ما در باغچه نوساخت در محل افتوگزل پایتخت قرار داریم و طور میبینید اینجا ساختمان هنوز هم ادامه دارد و طور مسئولین میگویند 3000 متر مربع زمین جدا شده است برای فراغت کودکان و جوانان و عموما ساکنان بیناهای استقامتی گرد و اطراف. این گلگشت و باغچه ها از سوی پالات حساب ساخته شده ایستاده است و طور مسئولین میگویند نه تنها برای کودکان باغچه ساختند بلکه برای نورسان یک میدانچه الهیده ورزشی و همچنین برای جوانان و برای ساکنان اطراف یک گلگشت زیبای هم ساخته ایستادند. ساختمانی با صورت میدان و میدانچه‌های ورزشی و فراغتی برای کودکان در شهر ساکنان بلندداشتیانه‌ها را که سالها باز جای برای بازی و فراغت کودکانشان نداشتند خوشحال کرده است. آنهایی که امکان و شرایط داشتند بیشتر وقت‌های خالی کودکان خود را به مرکزهای دلخوشی می‌بردند که رایگان نیستند. اکثر بیناهای بلندداشتیانه پایتخت که میراث زمان شورویان جای برای کودکان ندارند. از میدانچه‌های مخصوصی که آن زمان برای کودکان بنیاد شده و اتراکسیون‌ها داشتند بجز چند هم پوره دیگر نشانی نمانده است. به نظارت نمیشد، میبرامدیم نگاه میکردیم و میدبر و خانه میدروردیم و میکردیم. آوازی خمانه کوخنی نگاه میکنیم قدرک میبرد بازی میکنه و میکنه بعد بو خانه که گویم در ویده بو خانه با میدروید میروم کودکو میبیام بازی میکنن من بو بچهای کلونو اومده من وای میکنن خودمون هم درجاش هم خیلی راحت کردیم از رحمت من بیست کبا بعدی روز کشویی میبروریم تریل کبا مغز و چغز و نون و چای میخوریم گفتم چه خیلی من جای نقش شده است راحت میکنیم. با قرار رئیس سابق شهر دوشنبه در سال 2010-2015 هم طبق یک لایحه در شهر تا 56 میدانچه ورزشی ساخته شده بود. همکنون گفته می شود در برابر 70 میدان و میدانچه نو شهرداری دوشنبه تصمیم گرفته است در 4 ناحیه پایتخت میدانی ورزشی بنیاد کند. صفی میدانهای مذکور را همچنین صاحبکاران الهیده بیشتر می کنند. نگهبانی این میدانها را هم حکومت شهر بر ذمه خود گرفته است.